من قاضی داد محمد ریحان دبیر اطلاعات و فرهنگ جنبش ملی بلوچ بینم هستم. وضعیت بلوچستان از زمان اشغال توسط پاکستان تا کنون حتی برای یک لحظه نیز مسالمت آمیز و مساعد نبوده است. اما اموار موجی از شدت در جنایات و مظالم پاکستان پدید می آید. روز گذشته من به عنوان سخنگوی BNM بیانیه را به رسانه ها ارائه دادم که در آن این حوادث محکوم شده بود. در بیانیه مذکور چندین مورد از این دست حوادث گنجانده نشده است، زیرا در زمان نگارش آن بیانیه اطلاعات کافی در دست نبود. در منطقه زهری حوادث قتل عام رخ داده است که تهیان در مناطق بلبل و سویندا افراد بی‌دفاع و غیر نظامی به قتل رسیده‌اند. اگرچه حادثه رخ داده در سویندا متعلق به این هفته نیست که در بیانیه بیهنم ذکر شده است که در این هفته 17 نفر کشته شدند. اما در تاریخ 16 اپریل 2026 در منطقه سویندا ارتش پاکستان به محاصره منطقه دست کم 11 نفر را که در حال عبور از جاده بودند به قتل رساند. اکثر این افراد ابتدا بازداشت شده و به مهمانسرای دولتی در سویندا منتقل گردیدند. در آنجا به بستن دست و پا و چشمهایشان آنها را زیر شکنجه به شهادت رساندند. در میان آنها افرادی از هر دهسنی از جمله پیرمردان و کودکان وجود داشتند. در میان نامهای شناسایی شده هویت افرادی چون محمد رمضان، حبیب، سعید احمد، امام بخش، منیر حیات فرزند مهیم خان، محمد حیات فرزند وڈیرا خدا بخش و منظور احمد فرزند آجی میراجی مشخص شده است که همگی در همان روز به قتل رسیده بودند، اما جزئیات این حادثه اکنون فاش شده است. به همین ترتیب در یک اقدام تروریستی دیگر توسط ارتش پاکستان در اواخر ماه مهی در زهری حکومت نظامی کرفیو اعلام شد و در اوایل جون در جریان این حکومت نظامی امیر سومالانی که به همراه خانواده‌اش از زهری به سمت خوزدار در حرکت بود هدف تیراندازی بیهمان و کورکوران نیروهای ارتش پاکستان قرار گرفت و در نتیجه آن جان باخت. ارتش پاکستان در بلوچستان همچنان مردم غیر مسلح را هدف قرار می دهد و سقوط جامعه جهانی وضعیت حقوق بشر در بلوچستان را از تمامی ابعاد به مرحله نگران کننده و بحرانی رسانده است. تنها در هفته جاری 17 نفر به صورت فراقانونی کشته شده‌اند. در مناطق مختلف ولسوالی ها مستون، نوشکه، زهری، خوزدار، کیچ و گوادر روند ناپدید سازی های اجباری به صورت روزانه ادامه دارد و مناطق مسکونی نیز هدف گلوله باران هلیکوپترهای جنگی قرار می گیرند. جنبش ملی بلوچ BNM این اقدامات را نمونه آشکار از تروریسم دولتی دانسته و آن را به شدت محکوم می کند. دولت پاکستان در حال اجرای سیاست نسل کشی علیه ملت بلوچ است و مداخله فوری جامعه جهانی ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می رود. بلوچستان اشغال شده همچنان قربانی سرکوب مستمر و اقدامات خشونت آمیز ارتش پاکستان است. روز سه‌شنبه 2 جون 2026 نیروهای پاکستانی بار دیگر منطقه زهری را هدف عملیات خود قرار دادند. در جریان این حمله خلیل احمد موسیانی یک فعال سیاسی مسالمت آمیز در منطقه بلبل زهری پس از آن که نیروهای نظامی وارد منزلش شدند
هدف گلوله قرار گرفت. وی در حالی که زخمی بود بازداشت شد و سپس در دوران بازداشت جان خود را از دست داد. همچنین شماری از افراد به طور اجباری ناپدید شدند که از جمله آنان میتوان به زهری خان موسیانی، شخر خان، ثناءالله موسیانی، امید علی خان، دوست محمد، ارشاد احمد و چندین نفر دیگر اشاره کرد که تاکنون آزاد نشدند. در 31 مهی ارتش پاکستان به گلوله باران منطقه کردگاب در مستون غلام جان سومالانی را که راننده بود به قتل رساند. همچنین در اول جون منطقه کد عمرانی در کد کوچا هدف حملات هلیکوپتری قرار گرفت. به دلیل قطع ارتباط هنوز اطلاعات دقیقی از میزان خسارات و تلفات این حمله در دست نیست. بلوچستان از نخستین روز اشغال در سال 948 میلادی دکنون به طور مداوم در معرض عملیات نظامی و سرکوب گرانه ارتش پاکستان قرار داشته است. سیاست دولتی مبتنا بر سرکوب نیروهای سیاسی از طریق خشونت و استفاده از زور همچنان به شدت ادامه دارد. استعمار ناپدید سازی های اجباری هزاران خانواده بلوچ را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی ویران کرده است. تنها در فاصله 31 مئی تا 2 جون یعنی ظرف 3 روز 17 نفر به دست ارتش پاکستان کشته شدند. به این حال مقامات نظامی از ارائه اطلاعات مربوط به هویت و جزئیات این افراد خودداری می‌کند. در بسیاری از موارد افراد ناپدید شده در بازداشت کشته می‌شوند و سپس ارتش پاکستان به طرح ادعای نادرست این قتل‌ها را به عنوان عملیات علیه افراد مسلح معرفی می‌کند. اجساد قربانیان نیز به خانواده آنان تحویل داده نمی شود. ارتش پاکستان در حال اجرای سیاستی نظاممند برای نابودی ملت بلوچ است. این سیاست فراآیند تدریجی است که به هدف تخریب سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک ملت دنبال می شود. در ولسوالی های دیره بگتی، کوهلو، آواران، زهری، کزدار، پنجگور، کیچ و گوادر 10 روستا ویران شده و ساکنان آنها به ترک اجباری خانه های خود وادار شدند. در ادامه همین سیاست در روزهای اخیر روستا پانوان در بخش جمهوری گوادر نیز به طور مداوم هدف حملات قرار گرفته است. نیروهای ارتش پاکستان شبانه به منازل مردم در پانوان یورش میبرند. در نتیجه ناپدید سازی های اجباری، تخریب خانه ها و قتل های فراخزایی 10 خانواده شامل 100 نفر ناچار به مهاجرت به بلوچستان غربی شدند. این خانواده ها اکنون به مشکلات شدید اقتصادی و اجتماعی مواجهند و 10 کودک نیز از ادامه تحصیل محروم شدند. BNM با تمام توان خود برای رساندن واقعیت جنبش آزادیخواهی بلوچستان به افکار عمومی جهان تلاش می‌کند و از جامعه جهانی می‌خواهد که بلوچستان را به عنوان یک منطقه جنگ زده و مورد مناقشه به رسمیت شناخته و برای پایان دادن به بحران موجود فوراً مداخله کند. بدون حیای آزادی بلوچستان نه تنها بقای ملت بلوچ در معرض خطر خواهد بود بلکه برقراری صلح و ثبات پایدار در این منطقه
این منطقه راهبردی نیز به تحقق حق تعیین سرنوشت ملت بلوچ و آزادی بلوچستان وابسته است.